خب با سلام مجدد به تمامی هموطنهای گلم. در این ویدیو نحوه استفاده کردن از دیسک کلیناپ که پروگرامی هست که در خود ویندوز وجود داره رو براتون توضیح میدم. یکی از کارهای دیگه ای هست که نیاز داره برای نگهداری کامپیوترتون ازش استفاده کنید. سیکلینر قاعدتا نمیتونه تمام اون فایلایی رو که واقعا بایستی از سر راه کامپیوترتون یا از هارد درایوتون برداره، ولی اکثر رو انجام میده. ولی کن کارهای دیگه ای هم هست که باید خودتون انجام بدید و اون استفاده از دیسک کلیناپ خود ویندوز هست. برای اینکه بدونید چه شکلی، روی کلمه استارت یا اون گوشه پایین سمت چپ اسکرینتون، البته تمام اینها برای ویندوز اکس پی هست، دارم توضیح میدم. روی کلمه استارت کلیک کنید و بعد روی کلمه آل پروگرام اجازه بدید بشه و روی کلمه اکسسوریز ماستون رو نگه دارید و ماستون رو بیارید سمت راست. کلمه سیستم تولز رو توی این لیست پیدا کنید. دقیقا نباید حتما مال شما مشابه مال کامپیوتر من باشه، حتما در اینجا واقع باشه، ممکنه اون پایین باشه، ممکنه بالاتر باشه. در این حال این کلمه رو پیدا کنید و ماستون رو آروم آهسته بیارید روی این صفحه بعدی کنارش که باز شده و روی کلمه دیسک کلیناپ کلیک کنید. لفت کلیک در واقع. برای من سی درایو من باز میکنه، یعنی درایو اصلی من یا هارد درایو اصلی من یا حافظه اصلی کامپیوتر منو باز میکنه و چون مورد نیاز منم همون اون هستش، روی کلمه اوکی کلیک میکنم. اگر دقت داشته باشید شروع میکنه به قول معروف جمع و ضرب و تفریق کردن تا اینی که بالاخره بتونه تمام اون اطلاعات رو که میخواد به دست بیاره. همونطور که دقت دارید این ممکنه زمان طول بکشه، به این خاطر من موقتا فیلم رو نگه میدارم تا کار این تموم بشه و قدم بعدی رو نشونتون بدم. خب همونطور که دقت دارید کار اون تموم شدش و صفحه بعدی باز شد. به من صفحه بعدی باز شد. همونطور که دقت دارید بذارید من اینو بیارم یه خورده این طرفتر که راحت تر بتونید ببینید. من خودم به شخصه تمام اینا رو چک مارک میکنم و اگر میخواید راحت باشید شما هم همین کار رو بکنید. چون که میبینید هنوز اینجا قسمتی فایل هایی هست که بازم میشه برشون داشت. بعد اینکه چک مارکشون کردید روی کلمه اوکی کلیک کنید و اینجا میگه آیا مطمئنید؟ 100% مطمئنم. کلمه یس رو فشار میدم و شروع میکنه در واقع اون فایل های بی خود رو که مونده همه رو پاک کردن. بعد اینکه پاک بشه خودش به صورت اتوماتیک وار از صفحه مانیتورتون میره بیرون. دیدید تموم شد و رفت بیرون. این هم کار دیگری که نیاز داره که انجام بدید که در واقع بار روی دوش هارد درایوتون رو یا به قول معروف سبک کنید، چون تمام اونها فایل هایی هستن که هیچ به دردتون نمیخورن. امیدوارم که لذت برده باشید و امیدوارم خوب بتونید ازش استفاده کنید و تا ویدیوی بعدی روزگار بهتون شاد.